مسابقه بین المللی اوید با جودو ابودابی گراند سلام 2019 آغاز شد. در روز اول جودوکاران تاجیک محمد محمدیزودا، مهرزود سوفیف هر دو در وزن تا 60 کیلوگرم و یوکubjon بوکیف در وزن 66 کیلو تاجیکستان را معرفی کردند. در روز اول مسابقه بین المللی جودو ابودابی گراند سلام 2019 در وزن 60 کیلو در قطار جودوکاران بهترین دنیا ورزشکاران تاجیک محمد محمدزودا و مهرزود سوفیف به تاتامی برآمدند. اما مهرزود سوفیف در دور اول از لی هریمی کره جنوبی و محمد محمدزودا باشد در دور دوم از نماینده اکوادور لیلین پرسیادو مغلوب شدند. در این روز رقابت‌ها ورزشکار دیگری تاجیک یوکubjon بوکیو در وزن 66 کیلو میدانداری نمود. او در آخر اول بر مقابل ورزشکار پرو پاستیگوس جوان با میدان آمده در آخر با افضلیت امتیاز دست بالا شد. اما در رقابت دور دوم از جودوچی مغول باسخو یوندن پرنلی با بهاگذاری ایپون مغلوب گشت و از حق ادامه مبارزه به نصیب ماند. هنرنمای ورزشکاران دیگر تاجیک برای کسب مدال و دریافت خلهای المپی در این مسابقات با نفوذ جهانی ادامه دارند.